بله دوباره من. خبرش تکراری است. شاید اصلا در به وجدان تو را هیچ نلرزم. شاید اصلا گفته باشی که به من چه، یا که اصلا لحظه‌ای دیدی و رفتی خبر بعد. اما من چند باری مکث نمودم و دوباره باز کردم. اندکی صوت و صدایش گریاند مرا که چگونه آب می‌خواست. بغض ایستاد آخر حنجره‌ام. گفتم که بزنگم کابل را و بپرسم برچی را و ببینم پدر و مادر پیرم کجا بودند و بدانم که چه اندازه خون رفته از پیکر زخمی و تن پاره من. اما دوباره جرأتش را نتوانستم. قلمی برداشتم و نبض قلبم بنوشتم و نوشتم که چرا هر بار من، گرچه زخم ده مزنگم کهنه است، یا که موعود و کاج را مرهمی مادر نهاد، زان که چشمم را در مکتب، طفلم را در شفاخانه دادم ز دست و پایم را نیز چند روز پیش در کلب از من گرفتی. اکنون چه می‌خواهی دگر؟ اما دوباره خوشنودم از همت بالای خویش و ببین من چه دارم. دشمن از پیکر بیجانم این همه دارد هراس و بدان هرگز نیستم که کنم سرخم. میروم و دوباره میروم و دوباره میروم.